مهاجر ازبک که به قتل 8 نفر در شهر نیویورک متهم می شود برای این جنایت چند هفته آمادگی گرفته است. او که ماشین را روز 1 نوامبر برای رهگذران راند از پیروان گروه دولتی اسلامی بوده است. در این باره افسران پلیس نیویورک در یک نشست خبری صحبت کردند. بر اساس تفتیشات سایپوف جنایت را هفته‌های زیاد طرح‌ریزی کرده است. عمل‌هایش را از نام داعش انجام داده است. پلیس در جای حادثه نوشتجات با زبان عربی در وصف این گروه افراطی پیدا کرد. از ماشین و از نزد آن 2 کارت، تفنگ‌های پلاستیکی، تفنگ پیندبال و اسلحه پنیوماتیکی گرفتیم. به قول جان میلر، سیف الله سایپوف زیر نظر پلیس و نظارت خدمات تحقیقات فدرالی آمریکا قرار نداشت. مقامات انتظامی حالا تماس‌ها و شریکان احتمالی او را جستجو دارند. خدمات فدرالی تحقیقات روز 1 نوامبر اعلان کرد که یک جوان دیگری ازبک محمد ظاهر قادرов را جستجو دارد، ولی بعداً گفتند که او را یافتند. جزئیات دیگری درباره‌اش نشر نشده است. سیف الله سایپوف 29 ساله ماه مارس سال 2010 به آمریکا آمده و قانونی زندگی می‌کرده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، والدانش در یک محله عادی در شهر تاشکند زندگی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته است که الیشیر سایپوف به قتل محکوم شود.